امروز در پایتخت مملکت زیر راهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه جمع‌بستی با کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه دایر گردید. در کار جلسه معاون یکم، معاونان، راهبر دستگاه رئیس شهر، سرداران واحدهای ساختاری دستگاه، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران و کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئله های روزنامه جلسه و ترتیب کار آن را به حاضرین شناس نمود. ابراز داشتند که مقصد جلسه امروزه این بررسی مسئله ها وابسته به وضع جنایتکاری، تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی، وضع مبارزه بر ضد کردارهای کروپسیونی، استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر جهت بهتر کردن فعالیت ساختارهای دخلدار به حساب می رود. نخست وابسته به وضع جنایتکاری حسابات پرکرور شهر دوشنبه شنیده شد. رئیس شهر محترم رستم امامعلی با پرکرور شهر دوشنبه جهت پیشگیری جنایتکاری به خصوص جنایت‌ها به مقابل آزادی جنسی و دخلناپذیری جنسی، پیشگیری غیرقانونی غصب نمودن زمین و ساختمان‌های خودسرانه، اینچنین تشکیل سنجش‌های بی‌اساس دستور و سپارش‌ها دادند. سپس ضمن حسابات رئیس سود شهر دوشنبه مشکلات ساحه مورد بررسی قرار داده شد. رئیس شهر محترم رستم امامعلی تاکید نمودند که هنگام بررسی پرونده ها سودیه ها به کشالکاری راه می‌دهند که این حالت باعث ناراضگی شهروندان می‌گردد و باید پیش راه این عملها هرچی زودتر گرفته شود. همچنین ذکر گردید که نسبت سودیه هایی که به عملهای غیر قانونی راه می‌دهند و شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زنند چاره اندیشی کرده شود. در ادامه جلسه وابسته به فعالیت میلیسیا حسابات سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه شنیده شد. ضمن حسابات ذکر گردید که سطح جنایتکاری میان نابالغان نظر به همین دوره سال گذشته نسبتاً کمتر به قید گرفته شد. در رابطه با فعالیت این نهاد رئیس شهر دوشنبه دستور دادند که در سمت تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی اینچنین پیشگیری همه گونه جنایت و حقوق ویرانکنی ها فعال باشند. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری حالتهای سر زدن سوختار و حادثه‌های ناخوشی راه و نقلیات کارها را جانناک نموده در این سمت کارهای فهماندهی را تقویت بخشند. سپس ضمن حسابات سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه رئیس شهر محترم رستم امامعلی از زیاد شدن شماره نفرانی که به گرفتن تعلیمات غیرقانونی دینی مشغولند اظهار نگرانی نمودند. قید کرده شد که در این دوره زیاده از 80% تعلیم گیرندگان را جوانانی تا 30 ساله تشکیل می‌دهند که این خیلی تشویش‌آور است. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری شامل شوی جوانان و نورسان به حزب و حرکت‌های افراطی و پیشگیری تبلیغ فرهنگ بیگانه چاره‌های قطعی اندیشیده کارهای فهماندهی را در همه قشر جامعه تقویت بخشند. ضمن جلسه همزمان حسابات سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به فعالیت اگنتی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قید نمودند که یکی از وظیفه‌های اساسی مقامات این پیشگیری و کاهش دادن سطح عملهای کروپسیونی در جامعه به حساب می‌رود و دعوت به عمل آوردند که کارها را در این سمت بیش از پیش تقویت بخشند. در ادامه جلسه همچنین حسابات سردار ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه، ریاست اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در شهر دوشنبه و کمیسر حربی شهر دوشنبه شنیده شده وابسته به سمت فعالیت آنها دستور و سپارش‌ها داده شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تاکید نمودند که موضوع اوج گرفتن دیگر ظهورات نامطلوب جامعه که به حیات و سلامتی اینچنین اخلاق معنوی شهروندان تأثیر منفی میرسانند نگران کننده بوده. پیشگیری این حالتها محض از فعالیت صادقانه کارمندان ساختارهای حفظ حقوق وابستگی زیاد دارد. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری صادرشوی جنایت و دیگر حقوق ویرانکنی ها میان همه قشر جامعه کارهای فهماندهی را به راه مانده بهر تازه کردن صف کارمندان ساختارها از کادرهای تصادفی پیوسته چاره‌اندیشی نمایند. در آخر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از حاضرین دعوت به عمل آوردند که بهر پست کردن سطح جنایتکاری و تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی برای فراهم آوردن فضای آرام و آسایشته تمام امکانیت‌های موجوده را سفربر نمایند.
инчунин барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабиниҳои сатҳи давлативу байналмилалӣ дар пеш истода тамоми имконоти мавҷударо сафарбар намоянд. бо ҳамин ҷаласаи ҷамъбастӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Душанбе ба анҷом расид.